سلام مامان. الهی که تو بی مادر بشی بچه. باز رفتی از این آتاشخالا خریدی. ای خدا چقدر من باید بگم پولتو بده به چیزی که به دردت بخوره، نه هم به مالت ضرر بزن هم به جونت. فردا بود باید 20 برابری که هزینه کنی چی آتاشخالا فقط شیکمت در بیاد. ای خدا برم بکش من از این راحت آمم. حالا ببینم چی خریدی بخوری. بیا ماما هر کدومشو میخوای بردار. بیارش ببینم چی خریدی. خوشم میاد سلیقه مامانت هم میدونی. اکر فکر. این چیپسو میذارم واسه بعد نهار میخورم. این بیسکویت هم که اصل با چای میخوریم خودم و بابات زن و شوهری. واسه ببینم اون چیه تو دسته. موضوع خامی خوراکیامو برداشت یه دقیقه بذار اینو خودم بخورم. بیا آب شو. مامان جان تو که میدونی من اصلا بستنی دوست ندارم، فقط یک گاز کوچولو. بیا ولی تو رو خدا گاز کوچولو بزنی ها. الان این گاز کوچولوت بود؟ اصلا مزه‌شو دوست نداشتم. هی اصرار میکنی